وقتی مؤمنان به دروازه های بهشت میرسن، خداوند به دروازه ها فرمان میده که باز بشن و دروازه ها باز میشن. فرشته اونجان که به مردم خوش آمدگویی بگن. به نظرتون اولین چیزی که به مؤمنان میگن چیه؟ سلامون، سلامتی و آرامش. چرا که این همون چیزیه که مشتاقش بودیم. ما تو دنیا توی قلبامون هدفمون از همه احساسات و دیده ها شنیده هامون و صحبت کردنمون اشتیاق به زندگی ابدی در بهشت بود، به همین زندگی ابدی. و این اولین چیزی که فرشته ها بهمون میگن، سلام علیکم، سلامتی کامل بر شما باد. طبتم، شما چقدر پاک شدید. فادخلوها خالدین، پس برای زندگی ابدی وارد بهشت بشید. برادر آخر بزرگوارم، میخوام اون لحظه ای رو که انشاءالله در حال ورود به بهشت هستید رو براتون توصیف کنم. در کتب تفسیر بر اساس حدیثی صحیح اومده که مؤمنان به درهای بهشت میرسن ولی نمیتونن یه راست واردش بشن. چون که کی باید در باز کنه؟ پیامبر علیه السلام. ایشون دستگیره در رو میگیره. فقط خدا خودش میدونه که این دستگیره چجوریه. فقط خدا میدونه که دروازه ها چقدر بزرگ و شگفت‌آور و عریض هستن. در واقع عرض دروازه ها صدها کیلومتر هستش و این خودش نشان دهنده بزرگمنشی عظیم خداوند هستش. اولین کسی که در میزنه پیامبر علیه السلام هستش. نگهبان دروازه از پشت در میپرسه کیستی؟ و ایشون با تواضع کامل میفرماید محمد هستم. نگهبان در میگه به من فرمان داده شده که تنها در رو به روی تو باز کنم و درها رو باز میکنم. این امتیاز تنها منحصر به پیامبر علیه السلام هستش. حالا تصور کنید که شما هم جز اولین گروهی هستید که با ایشون وارد بهشت میشید. چقدر لذت بخشه. همونجا که میخواید وارد بشید میبینید که مردم ازدحام پیدا کردن، توی صف ایستادن. بر اساس حدیث جلوی دروازه های بهشت خیلی متراکمه، حتی با وجود این که دروازه ها خیلی عریضن و مردم برای ورود به بهشت با هم مسابقه میدن و منتظر ورودن. شما اونجا وایسادید و اولین چیزی که بهتون میدن بعد از این همه انتظار و سختی در روز قیامت یه لیوان شراب مخلوط شده با زنجبیل تا تشنگیتون رفع بشه و حالتون جا بیاد. اونجا کنار افراد زیباروی با چهره‌های نورانی وایسادید و همگی لبخند میزنید و خوشحال هستید. همه میان میگن ببین کارنامه عمل منو، ها اون مقرأ و کتابیه، و تو هم میگی بیا مال منو بخون. ببین اینجا چه کارایی کردم، در حالی که خدا همه گناه ها رو محو کرده و هیچ کس نمیدونه و مثل یه راز بین تو و خدا هستش. با خوشحالی از نام عمل حرف میزنی. اونجا هیچکی به اون دیگه حساد نمیکنه. در واقع احساسات افراد تغییر میکنه. خدا خودش میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما همه اون چه که از بدی ها تو قلبشون بود رو بیرون میاریم. دیگه نه حسادتی هست، نه تنفری، نه درگیری و کشمکشی. از اینجور چیزا خبری نیست و همه برای همدیگه خوشحالن. بعد از اون آماده ورود میشید. اسمتون یکی یکی صدا میزنن. هر کس رو با اسم پدرش و با زیباترین اسمی که توی دنیا با اون خطاب میشده صدا میزنن. فلان پسر فلان. همگی در حالی وارد بهشت میشن که غرق در زیبایی های بصری و شنیداری بهشت و زیبایی کسانی که اونجا میبینن هستن و هر کس به سمت قصر خودش میره. پیامبر علیه السلام در حدیثی صحیح میفرماید که فرد به سوی قصر بهشتی و دارایی های خودش میره و دقیقاً میدونه کجاست، همونطور که تو دنیا خونه خودشو میشناسه. خدا یهویی اینو به قلبش الهام میکنه و فرد میدونه که از کجا و چه جوری به قصرش برسه. همه اونجا عجله دارن و میخوان داراییاشون، همسراشون و فرشتگان و آنچه خدا براشون مهیا کرده رو ببینن.